همینش رو من میدونم که حمایتگر شما کیه چیه یکی احتیاط کنید شما با جان خودتون جواب نکنید بودم من 50,000 از شما نگرفتم دو بار قرار سود برآمده که باید 50,000 تومانی من بابایتی میگه این با من زیادتر دعوا میکنه بودم همون تفتیشات تمام شود عیبی که معین شود بعد من کدام ژورنالیستی که نسبت من گفته من باید تیم نمیدونم حضرت سعدی فرموده است که کلوخ انداز را پاداش سنگ است من برای دعوا کردن سواد کافی دارم از اون شکر محتاج یگان وای نیستم من این خندانگون چند سال قطعی بکار میکنم همه جلسات ما به اشتراک میکنید شما شاهد زنده همه کاره نخوام من این قدر به وجدان باشم حکومت جمهوری تاجیکستان رو کار کنم سرمگیری بریزم شما خوندین همون وایرا تو یک قضاوت کردن که همین یک رنگی زکزه خیلی پیسری من آوری کرد من به چیکار دارم استعفا میت یا نمیت من یکمین مای سال 2014 من مثال نفقم میرسه نمیمونه تو نفقم میرسه من با گفتم من آدم کسری کار کردم خیلی من یک کار دیگه کنید شما که یک تحلیل کرده برای بعضی کارخانه‌های همین جمهوری تاجیکستان کدام کارخانه جمهوری تاجیکستان فعالیت مولویش مانند راهی آهن تاجیکستان ما خود در برآمد گفتیم که ما قرض معاش نداریم ما قرض انداز نداریم برخی تاجیک 1 میلیارد 300 میلیون قرض داره کارکناش 4 ماه معاش نمیگیرن من یکان گزیت نمیبینم هر روز 7 کسی مرده است مست و یک کسون دعوا نمیکنه چون من حمایت نمیکنه همچون یک رژیم جمهوری تاجیکستان همچون یک فرد جمهوری تاجیکستان یک کارخانه عظیم جمهوری تاجیکستان ما سال زیاده از 250 میلیون تومان اندازه دولتی میسپاریم چی همه عیبی یک دیگر کافتن در کار نمیدونیم یک از بزرگی دیگر هر کی عیبی دیگران شما ناگهان عیبی تو نزد دیگران خواهد بود عیبجویی کار خوب نیست من راضیم کمبودی منبع راضیم برای که منم نمیدونم من خودم دعوا میکنم مکتوب میزنم کاروچ وکی بیاین نبر ما رو ریویزه گیرن معلوم میشه همون بودگی غیبت میبره میبینیم منم راضیم من چوب عیبی برام میگی گویا نمیدونم کارخانه‌مون یکم کاری وای داره مرحمت پیشنهاد کنین دستگیری کنین گویا یا از برای خودم منم گستر خوندم از پاشفیل کردن در کار نی ها از پاشفیل ساختن در کار نی من گفتم که آخه دیگه طاقت دیگه نمیره دیگه نه سوال دیگه من گفتم رمضانی از نشریه اطلاعاتی سیاسی میگفت ولی